کودکی در سن 6 سالگی از خانه رفتم اون کس و وقتی که من سرشون رو شونه میکردم در یک کنج سرشون یک زخم بود دایم، یک کاواکی بود. من گفتم این چی است؟ میگوید مادری اوگای. وقتی که میگوید نام گفتم همونجا هیزم بوده است، هیزم سری من با پرتفت و سرم خونشال شد. زنی ظالم بوده است که اون کس از خانه گریختن تا به شهر نو اومدن به خانه یتیمان. سال 77 ماه می به همین مکتب مخصوص با التماس من اون کس آمده و بچه ها صحبت کردن، گفتن مثلا گناهی تو چیست، برای چی در این مکتب رفتی؟ و یک بچه گفت که پدر من ماه پرتافته رفت. بعد من اسب همسایه گرفتم و دوشنبه رفتم که پدرم را یافتم و من برای اسب دزدیم داشتم. بعد خندیدن، بسیار خندیدن، گفتن پسرم غم نخور. من هم سن 12 سالگیم بعد از همسایه خر دزدیدگی کردم. برای خر را فروخته بر رفیقم به همون پول به اینترنت رفتیم. این حیات تو داغ گفتم. همون شخصی که اون کس همون خر را دزدیدگی من میشناختم و هم خیلی از دنیا گذشتگی الکی. وقتی که وام میخوردن همه وقت میخندیدن که میگفتن که تو راضی شدی از همون خر دزدیدگی؟ ولی میخندید، گفت که 1000 بار راضی. بعد از سالهای جنگ شبها برق کم بود. در کوچه بازی کرده از خاطرم فراموش کرده است که مسئله هایی که دادن وظیفه حل نکردم. شب تاریک شد، چراغ نیست، اومده جایم خواب رفتم. نصف شب بیدار شدم، تصور کردم که پگاه معلم من به چی میگوید و آهسته آهسته گریه کردم، سر کردم. آواز من، گریه من پدرم شنیدند و اومدن که چی شد؟ کسل شدی؟ چیکار کرد؟ من گفتم که همینطور و دیر اومدم از کوچه، با بازی مشغول بودم. پگاه من معلم به چی میگویم؟ اون کس گفتن که خیز از جایت، سری میز نشستن و گوگیر درگیراندم. گوگیر درگیرانده سری من می ایستادم، من می نوشتم و همینطور یک مسئله رو حل کردم. ولی پگاهی وقتی که مکتب اومده دیدم هر یک جمله ها کج رفتند. از بالا سر کردم کج پایان رفتم برای که تاریک بود. منم یکی از بچه‌های شوخ بودم. یکی همون در مکتب مجلس پدر و مادران با جهازداری بودن. با فکرم بسیار سخنهای سخت شنیدن در حق من. خفه شدن بسیار از مجلس برآمده و من یگان سخن نگفته به طرف خانه رفتم. من پسشون رفتم، سونی پرسیدم دادا چی گپ شد آخر؟ گفتن پسرم من توی از این مکتب میگیرم و مکتب شوفر ترالبوس میمونم. حیران شدم، گفتم چرا پدر شوفر ترالبوس میمونید؟ همین ترالبوس گفتن سیم به بستگی نه این طرف گردانده نمیتواند گفتن. بعد به خانه آمده پرتفیل من گرفتن و کنی پسرم در پرتفیل چی داری؟ معلم شکایت گفته چاپا کنن از پرتفیل یک دنیا همین دیتالای الکتریکی و سیم و چیا بجای دفتر و همون برآورد. سونی جنگ کردن، خیلی گفتن پسرم این کارات بد نیست، لیکن خوندنم در کار آخر. مادرم جمع میکردم، حتی کیسه‌هامو میدوختن که من اونجا نمانم، یگان چیز نبیارم از کوچه. اون کس لیکن میگفتن که خیلی ما همین اون انجینیر میشدگی. مادر ما بسیار زنی عاقل بودند. دائما میگفتن که من طاقت میکنم همه اون روزهایی که شما نیستید، من با فرزندها همه همون مسئله های خواجگی، حل مسئله های خواجگی همش در دوش اون کس بود. پدرم بسیار مادرم را حرمت میکرد. پدر به خانه در آمده میخندن. بعد مادر گفتن که خدر میخندید شما، چی گپ شد؟ بعد خندیده همین کفش کشادن که در همونجا نشانه قهرمانی بهنت سوسیالیستی خوبه. سونی گرفته به سینه مادر و چسباندن گفتن که نصف این نشانه گفت خدمت خودت است. در پشت لبش میگفتن خال داشت. معلم ترسوزاده هم همینجاشون خال داشتم. از مادرشان میراث بسیار زیبا بود است. و همون قیافه چهره گرم معلم از مادرش هم است.
گرم روی و زیبا، چشمای خوشرو جادو، در معرکه‌ای که نمایان میشد تبسم در لب همه پیدا میشد. اونقدر جذابیت داشتن، اونقدر صمیمیت داشتن، اونقدر نورانی بودن که در هر جایی که می آمدن کدورت و خصومت و نزاع و همه چی از بین می رفت. یه مرد خود مهربان بودن، احتیاطکار و غمخوار، دوراندیش بودن بسیار. لایقه از شعر اولینش از بهای بلند دادن، احتیاط میکردند که این در آینده شاعر بسیار مشهور میشود. هر کدام موقع یک خیلی مناسبت پدرانه و برادرانه همیشه داشت. بعضا من سرزنش میکردم. همون بسیار دیپلمات بودن، سخت گپ نمیزدن، با احتیاط آینده همون آدم برباد نرود گفته همون احتیاط کرده گپ میزدن. چقدر شاگرد جمع کردن، چقدر اثر نو پیدا شد. همه هم کتاب هایی که هم جوانان می نوشتن و کس می خوندن، فکرشون می گفتن. استاد مهربان، پدر غمخوار، راهبر ناس. استاد اینجوری یک خصلت بسیار جوانمردی و زیبایی پرستی داشتن. یک بار گفته بودن در صحبت سیمیون لیپکین، این نویسنده، این شاعر و ترجمان بسیار معروف روسکی, я горжусь, что мои ученики лучше, чем я. من افتخار دارم که شاگردان من از من بهتر. و اینا سیمیون لیپکین در سر تابوت استاد گفتن و گفتن که هر مرد و هر شاعر و هر جوان مرد اینجوری قائل نمی شود. هرچند که هیچ کس باور نداشت که از استاد بالا است، اما استاد همین چیزا بسیار جوان مردانه می گفتن. گفتن که مومن شاه برادر، بعد از سر ما معلوم نیست که از این شعر ما چی باقی میماند. عمر ما در مبارزه گذشت برای تاجیکستان برپا کردن و برقرار کردن، برای ننگ و ناموس ملی در جهان خیلی مبارزه بردیم. زمانه دیگر شده است. شما کمتر دیگر خیرتر نویسید. اما راهی کمتر نو کردن شعر خودی معلم به ما دعا دادن، خرسند بودن، حسد نمی بردن. می گفتن که عمر شعر من بخادار است تا جایی که شما اگر یک چیزی خوب آفریده توانید، اگر شاگردای من یگان چیزی خوب از من خوبتر آفریده توانند، اگر عمر من در عمر شما باقی میماند، ایجادیات من در ایجادیات شما پرواز میشوید، میکشید، میبرید به یک جا. شما کوشش کنید که شعر شما در عروج و در بلندی برج ایفل باشد. معلم ترسنزاده تفکر شعری نو اثر کرده بودن و خودشان شاگرداشون به همون راه هدایت کردند. شعر اگر در کوتاه بگوییم وضع شعوری است. وضع شعوری معرفتی هستی است. کشف علمی نیست شعر. یک سخنی رو همه ما، یک چیزی رو همه ما میبینیم، شاعر آنچنان میبیند که ممکن ما ندیدیم و معرفت شاعری در همین است. این بعضی هایی که میگویند که شعر ترسنزاده شعر نیست، به نظر من هنری محض را شاعری میگویند. وقتی که هنری محض را شاعری میگویی یعنی شکل پرست هستی. شاعری وضع است، وضع شعور و روحی است و در بسیار موارد ترسنزاده شاعر است. مثلا اونجا که میگوید دیدم در بمبئی باغی معلق چون بهشت، با قلم تصویری آن را کی تواند کس نوشت، و همین تصویر باغ معلق میاد، اونجا ترسنزاده بیگمان شاعر است. و در موردهای دیگر که از همین حالتی مثلا روانی و روحی آدمی در شکل آرمانی سخن میگوید، ترسنزاده بیگمان شاعر است. اون کسی الهامش بیاد اگر چشماشون کلام کردنش رو کج میکردن، یعنی یک جواب به حرکت نگاه میکردن،
یا دریا با نگاه میکردن یا دیوار با تصویرهایی که در شعر باید بیاد همون تصویرها رو فرض کردیم که لنت کینو یا یک چیز دیگر همون تصویرها رو در دیوار خالی میدیدن. بغیر از ینگمولا در وقت شعرنویسیشون هیچ کس دیگه حق نداشت که پیش اون کس درآید. فرزنداشون نمیماندن. ینگمولا بسیار وقتی که بودن مرهم برای اون کس چای می بردن یا سیگاریت می بردن. وقتی تا 60 سالگیشون اونقدر سیگاریت زیادی میکشیدن که اینش تمام میکردن و جیگرش وقتی شعرنویسیشون پیوسته سیگاریت میکشیدن. اما خاکستردان همینقدر پر میشد. لبشانه لب تارشانه میخوریدن. همه خیلی خوریده بودن که همیشه یک زخم پیدا شد. من تنها این چیز خاطرم هست که اطراف خانه در حولی میگشتن. تمام شب میگشتن تا سحر میگشتن. برای همین هم خانه همینطور ساخته شده است که در بین حولی است. اطرافش راهرو است. در همون اطراف راهرو میگشتن. ما از تریزه نگاه میکردیم. سحری بر وقت ولی قدر اطراف گشتن. روزی که می نمودم روی را نظاره می خواستم که آرم از آسمان ستاره بر گوش تو اویزم آن را چو گوشواره می گشت اگر دلی من از ضرب عشق پاره در آرزوی وصلت می زیستم دوباره اثبات تا نمایم صدق و وفای خود را هم ابتدای خود را هم انتهای خود را می خواستم که باشد آغاز عشق مشکین جوشیده و دویده ناآرمیده این دل چون موجهای دریا سر را زند به ساحل در خاک خون تپیده مانند مرغ بسمیل یا محو عشق گردد یا که به وصل نالی این آن مرام من بود ربطی نظام من بود خوابی حرام من بود شور و قیام من بود افسوس که نکردی یک بار امتحانم میشد دراز شاید در پیش تو زبانم نامی تو ثبت میشد در دفتری بیانم تا خویش را شناسم تا قدری عشق دانم تا اینکه نیتی خوب بی عاقبت نمانم این داستان خود را تکرار میکنم من احساس عاشقان را بیدار میکنم من که همه صفت‌های که برای یک شخص بزرگ ضرور باشد همش داشتن و من یگان بار ندیدم که معلم از فکرش برگشته باشد. سال 74 شرف رشیدوف رئیس هیئت شدن و رفتن کنفرانسیای کشورهای آسیا و آفریقا کنسپسیای حرکت آسیا و آفریقا را باید که نو میکردن. بعد معلم که رئیس حرکت بودن و اعضای سکه که پیسیس نبودن نامید دچه خودمون قهر کردن شیشتن اون کس اگر خفه میشدن یک گوشه برفتن میشیشتن و نه کس یک کس به تلفن میکردن نه پیش یگان کس میرفتن. شرف رشیدوف و مکانیزم کاری کشورهای آسیا و آفریقا نمیدوند. گفتگی من آدم کلان من فرمان تیم همش جو میشد میرم فرمان میتین میشد رسکول چینی ها آمادگی میگه که من اتحاد شوروی چه حق دارد که در حرکت یک دلی کشورهای آسیا و آفریقا اشتراک میکنند. یک کشوری اروپایی و کشوری غاصب و یک کشوری نو استعماری هستیم. بعد نکن این دعوای خطای کی گردونده میتوند. شرف رشید سری حسابش گم میکند سکه به تلفن میکنند سوست و بکی کار بیرون
بعد اینجا شرف رسول تلفن میگه جبار رسولش که میرزا گجور شده گفت که کنی پرسان تلفن کنن گجور گفتم من داشه باشتم معلم روبوی نوشته ایستادم گفتن که رفته بیارید رفته آورده میشه با گفتن که حوض همین شب پرواز میکنید مسکو خودی همین شب باز قاهره میره چه گپ شده جبار رسول مسکو بروید اونجا میگوین من همونجا برفتن گشته برقرار کردن شخصیتی بودن که یک راهبر حزبی یک شخصیت شناخته وظیفه اون کسی اجرا کردن نمیتونست من یادم وقت یک بار مسکو با بودیم اون کسی خارجه و کدام یک مجلسی کدانی سور برفتنشان در کن فشار خونشان هم خیلی بلند بود که چشماشان هم تو خون گرفتگی بود من رفتن نمیتوانم گویم کسی زنگ زد که شما باید روید همین بیچاره رفته از همین داروخانه اتفاق نویسنده ها فرمودن دوری بسیاری آوردن که سواشان پر کردن و رفتن بعد یک هفته آمدن گفتن که خیریت رفتن یک دنیا مسئله های درکاری بود که همونا ما حل کردیم نمی رفتم ناز نمیشد من همین خیلی آدم فداکار بودم غم خودشون غم سلامتیشان نمیخوردن بچه هایی که همراهشون در یک خانه خواب میکردن میفتن که شبش کده نالیش میکنن درد سخت داشتن و لیکن به هیچ کس نمیگفتند و غم ادبیات میخوردن در منبرهای کلان جهان برآمد میکردن اینتلیجنتی درجه یکم پروتکلی درجه یک در بین مردم میرفتن هم یک آدمی عادی قطاری همه در قرطا میرفتیم در جای دیگه میرفتیم قطاری همه در غرم از مردم خودشون بالا نمیگرفتن لطیفه گویی میکردن ظرافت گویی میکردن ما میکنم که مردم تاجیک باید افتخار کنند خلق تاجیکی چنین فرزندی را به دنیا آورده که نام این ملت تا تمام جهان برداشته بودند اونقدر شهرت دادند خلق تاجیک شهرت استاد عینی در کجاست ریشش استاد ترسونزاده در شهرت جهانی دادن به اثرهای استاد عینی ترجمه کنندن تبلیغ کردن در کنفرانسی های آسیا و آفریقا پیشنهاد میکردن موضوع عینی با پیشنهاد معلم ترسونزاده در یکی از کنفرانسی های آسیا و آفریقا 3 نفر فرزندان بزرگ شرق اعلام کردند رابیندرانات تاگور، تخا حسین و استاد عینی من یک اعتقاد فرزندی و شاگردی دارم به استاد بزرگوار مرزا ترسونزاده و مردانه میگم که نسل ما یعنی همسالای من در ادبیات در هنر در فرهنگ به شفاعت استاد یک قدم پیش نگذاشتند زمان نام ترسونزاده نام تاجیکستان بود یکی از ملاقات های آخرین ما این بود که یک قطعه خواندن من نوشتم گفتن که اینه چاپ نکن بر سر گورم بیایی مست آی و مست رو جام در این دست آ جام به دیگر دست رو بیت دیگرش یادم نیست یعنی ما هم پیر شدیم اما این قطعه در بایگانی من هست من ثبت کردم که فلان روز بود فلان تاریخ بود استاد اینطور فرمودن اگر نسل ما یعنی نسل سالهای 60 به جای رسیده باشد به امداد و فاتحه و ارشاد استاد ترسونزاده رسید استاد قهرمان بودن قهرمان ملت سوسیالیستی بودن من این عنوان دیگه خیلی ترجیح میدم قهرمان ملت بودن اون وقت درباره ملت گپ نبود نسلی که
استاد ترسزاده ساخت آفرید برای ملت